جسم بیجون خانم الهه حسین نژاد امروز صبح پیدا شده. خبر تلخی که به گوش ما رسید، روی صحبتم با خانواده ها، با برادرها، با پارتنرها، با شوهرها، خیلی وقتا دیدم خانم میخواسته بره جای، حالا خونهشون، خونه پدرش، بیرون با دوستاش، هر جایی میخواسته بره، آقا نتونسته برسونه. ماشین نداشته، وسیله نداشته، خسته بوده، به هر دلیلی نتونسته برسونه. تاکسی گرفته، خانم خودش رفته. نه پیگیری، نه زنگ، نه اینکه رسیدی خبر بده. رسیدی خبر بده چیه؟ باید لایو لوکیشن بگیری، باید زنگ بزنی، باید بری جلو در وقتی میخواد سوار ماشینی بشه راننده شما رو ببینه. اینطوری باید مراقب عزیزتون باشید. حالا که نمیتونی برسونی، یه پیگیری بکن تا رسیده به مقصد. خانوما هم خیلی خوب گوش کنن. تصویر خانم الهه حسین نژاد رو شما نگاه بکنی، خانم پاک و ساده و آرایش اصلا نمی‌کرده، لباسای ساده، ولی باز این اتفاق تلخ براش افتاده. چرا؟ چون برای اون آدم سنگدل و بیزاد فرق نمیکنه تو چی پوشیدی، چی کار میکنی، چه آرایشی داری. این اتفاق تلخ بخواد بیفته، برای هر مدلی لباسی که پوشیده باشی، هر مدل آرایشی کرده باشی میفته. متهم این پرونده یه آدم لاغر، یه لاغبای اصلا ضعیف، ببینیش اصلا از این نمیترسی، ولی قلبش از سنگه، ولی ذاتش ذات درستی نیست که ما اینو متاسفانه نمیتونیم ببینیم. پس تو رو خدا خیلی مراقب خودتون باشین. خانواده ها و عزیزان مراقب دختراشون باشن. تسلیت عرض میکنم به خانواده داغدار خانم الهه حسین نژاد، عزیزانش، دوستان و نزدیکانش. بارها شده این اتفاق افتاده، این اولیش نیست. وایرال شد، فکر نکنید اولیشه و تازه و تو خیلی وقتا این اتفاق افتاده تو سکوت. خانواده رفته جنازه رو گرفته و اومده. من تسلیت عرض میکنم و امیدوارم دیگه شاهد همچین صحنه و اتفاقا و خبرهایی نباشیم.